بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. برادر عزیز من، آیا شما واقعا بخیلید؟ اگه بخیلی و خودت نمیدونی یا میدونی این بخیلی چه ضررهایی به شما داره؟ اولش همین که گفتیم نفرین الهی است، نفرین فرشتگان برونه که هر روز فرشته ای از آسمان سرشو در میاره میگه که اللهم اعط منفقا خلفا، بار اله هر بخشاینده و هر انسانی که سخاوت میکنه به اون بیشتر و بیشتر ارزانی دار، و اعط منفقا تلفا، و هر کسی که خسیسی میکنه اون رو مال و زندگیشو برکتش رو ازش بگیر و اونها رو هلاک بکن. پس بخیلی همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بخیلی و ایمان در یک قلبی جمع نمیشن. هر کی تو قلبش بخل بود ایمان نیست، هر که ایمانش قوی بود بخیلی رو میتونه از قلبش بنداره بیرون. و بخیل همیشه چشمش به مردمه و از که مردم به صلاح بدگمانه به مردم که مردم میان مال و ثروتش رو چپاول میکنن، همیشه در هره داره، همیشه در عذاب، همیشه زندگیش آرامش نداره. و بخیل بدگمانه به خداوند که خداوند به من نمیده و شاید به هلاک بشم، از گرسنگی بمیرم، همه من زحمت کشیدم. این منیت بخیل رو از به صلاح داغونش میکنه و این غرور احمقانه رو درش به وجود میاره که من بود زحمت کشیدم، من به دست آوردم، خود بره مثل من زحمت بکشه. تو کی هستی که زحمت کشیدی بابا؟ اگر رحمت الهی شامل حال تو نمی بود، اگر همین جسم سالم رو خداوند به تو نمیداد، همین راه رو به راهت به اصطلاح باز نمیکرد، تو چیزی به دست می آوردی؟ و بخیلی باعث میشه که خیلی از بیماری های بد در قلب انسان رشد کنه. انسان چشم خالی باشه، انسان بدگمان باشه، انسان حریص باشه، انسان قناعتش رو از دست بده، انسان صله رحمش رو از دست بده، در چشم مردم خرد بشه، از چشم خداوند بیفته و روابط اجتماعیش کمرنگ بشه، روابط خویشاوندی و صله رحمش کلا از بین بره. این از بعضی از بیماری هایی که بخیلی در انسان به وجود میاده. بخیلی باعث میشه که انسان مطرود رحمت الهی باشه، منفور باشه در پیش مردم. بخیلی دلیلی است بر بیعقلی و کم عقلی و کودنی و نفهمی و عدم حکمت و درایت. بخیلی انسان را هلاک میکنه، اخلاقش رو داغون میکنه، از بین میبره. بخیلی از صفتهای پیامبران و خوبان و صالحان و نیکان که نیست. بخیلی انسان رو در دنیا محروم نگه میداره، در آخرت باید مثل ثروتمندان جوابگو باشه، چون مال و ثروت که داشت، در دنیا محروم، در آخرت در زیر شکنجه و عذاب و جوابگویی. و بخیلی دلیلی است بر دنیا پرستی و مال پرستی. بخیلی باعث جنگ و درگیری بین افراد انسان میشه. بخیلی تشویق میکنه انسان رو به گناهان بد. بخیلی انسان رو در عذاب الهی نگه میداره، چه در دنیا و چه در آخرت. آیا بعد از این همه ضرری که بخیلی داره به خودمون رحم نمی کنیم و خودمون رو از این بیماری بد نجات ندیم؟